السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، تا حال بعضی از ما و شما بازار میریم، بعضی فروشنده ها هست که در زبانش همیشه چی است؟ قسم است. به خدا از همین مالی من بهترین نمیابی در بازار، یا فقط والله بالله تالله 100% گارانتی دارد، این دارد وای دارد. همین به مغازه یا دکانش میدروی که قسم آغاز میشود، قسم خوری قسم خوری قسم خوری. سبحان الله. 1400 سال قبل پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح خود که متفق علیه است، امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیهما آن را روایت کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قسم در خرید و فروش بار را، محصولات را بازارگیر یعنی رواج میدهد. شاید فروشنده میفروشد با قسم های راست و دروغ، اما برکت را از بین میبرد. گفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم. بله، قسم خوردن شاید همون لحظه خریدار را چیکار کند؟ فریفته کند، خریدار را جلب کند، قسم های راستین یا دروغین، اما سبب چی میشود؟ برکت از مالش رفتن میشود. همون فایده ای که از فروشش به دست میبیارد یا به یک جای بیفایده صرف میکند، یا بر ضرر خودش میشد، یا یک الله تعالی به بیماری وزنین گرفتار میکند که همون مالی که به دست آورده است همهش میرود و همچنین گناهکار میشود. گرچنده قسمش راست هم که باشد، به سبب نام بزرگ الله را در یک کار دنیویت استفاده برده اش گناهکار می شود. برای همین اهل علم در شرح همین حدیث گفتند که قسم راستین هم باشد گفتنش مکروه است، اما قسم بر دروغ باشد نعوذ بالله گناه کبیره است، چنانه که در حدیث های دیگر آمده است. از سلمان فارسی رضی الله عنه روایت شده است که میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: 3 نفری هستند که الله تعالی روز قیامت با آنها سخن نمی کند، حتی به سویشان نگاه نمی کند، نظر نمی کند. یکی شیخ زناکار، دومی کمبغل متکبر، انسانی که اصلا پول و مال ندارد ولی با وجود همین متکبر است. سیومینش نفری که نام بزرگ الله را در خرید و فروش بهوده و بیهوده استفاده میبرد. نعوذ بالله روز قیامت الله تعالی به سوی او حتی نگاه هم نمیکند. و چنانه که گفتیم قسم بر دروغ، قسم غموس گناه کبیره حساب می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم روز یک اعرابی به نزدشون میگوید یا رسول الله کبائر چیست؟ کبیره ها، گناه های کبیره چی است؟ بدونید پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ گناه های کبیره این یکی شرک آوردن به الله تعالی، اللهی که یگانه است به او شریک می‌بیارد نعوذ بالله، و همچنین حقوق الوالدین گفتند، عاق شدن والدین، و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الیمین الغموس. گفت یمین غموس چی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند قسم بر دروغ، قسمی که بر دروغ قسم میخورد. میدونید غموس، معنای غموس چی است؟ غموس از غمس گرفته شده است. معنای غمس یعنی غرق شدن، فرو رفتن است. یعنی انسانی که قسم بر دروغ میخورد به گناه غرق میشود و نعوذ بالله روز قیامت به آتش دوزخ غرق میشود والعیاذ بالله. برای همین الله سبحانه و تعالی همچنین در قرآن کریم در سوره بقره الله میفرماید ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم. الله میگوید شما نام بزرگ الله را دستاویز قسم هایتان نکنید. اون نام الله تعالی بزرگ است. نخواد اکنون انسان بنده مؤمن و مسلمان برای یک کار دنیویت، برای کمتر مالش را گذرانیدن در کار دنیویت در یک چند سامانی چیکار کند؟ با نام بزرگ الله گرچند صادق هم باشد نمیزیبد که نام بزرگ الله را ما چیکار کنیم؟ در این کارهای دنیویت، در سودا و خرید و فروشمون استفاده بریم. همچنین آنهایی که بر دروغ قسم میخورند
الله تعالی در سوره آل عمران آیت 77 ببینید در حق آنها چی گفته است. ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آنهایی که با قسمها یک مال ناچیز پول اندکی را میخرند، آنها را الله تعالی میگوید برای آنها روز قیامت یگان نصیبه نیست. روز قیامت در این دنیا شاید یک سوم دو سوم کار میکنند، اما قسم بر دروغ خورد، نام بزرگ الله را پایمال کرد، الله تعالی میگوید یگان ذره نصیبه در روز قیامت نیست. ولا ينظر الیهم، الله تعالی نظر نمیکند، نگاه نمیکند، حتی به سویش الله نگاه نمیکند. ولا یکلمهم، الله حق سبحانه و تعالی همراه آنها سخن نمیکند. ولهم عذاب علیم، و برای آنها الله چیکار کرد؟ عذاب المناک و دردناک الله تعالی آماده کرده است. سبب در چی است؟ انسان وقتی قسم بخورد، شاید در اول همون انسان هایی که قسم بر دروغ بخورند، آنها در اول در قسمشون صادق بودند، قسم میخورند، نام بزرگ الله را پایمال میکنند، سپس آهسته و آهسته چیکار میکنند؟ قسم بر دروغ میخورند. و همچنین نفرهایی هستند که الله پناه دهند با طلاق قسم میخورند، با فرزندانشان قسم میخورند، با زندگی قسم میخورند، وعده های راست و دروغ میگوید زندگیم برایم حرام باشد، فرزندایم برایم حرام شود، زنم برایم 3 طلاق شود، نعوذ بالله. همین قسم ها هم شرک است، هم باطل است و هم روز قیامت عذاب المناک و دردناک برای آنها انتظار است. و همچنین قیاساً بر همین حدیث ما و شما فایده میگیریم که از این حدیث ها و از این آیات ها هر نفری که از نام دین، چنانه که از نام بزرگ الله سوء استفاده میبرند، از نام دین امروز متاسفانه بعضی ها استفاده برده، بارهای خود، محصولات های خود را چیکار میکنند؟ به فروش میگذارند. انسانایی است که مثلا از نام دین سوء استفاده میبرند. برادر گفته خودش را گویا یک انسانی با تقوا، انسانی که از الله میترسد، گویا میگه 100% برادر من چی میکنم گارانتی میدم، میگه. یا به قول پابراتسکی گفته چیکار میکنم؟ پابراتسکی گفته یک مال بیزی و ارزان بی صفت رو میگذراند. تو برادر گفته یک انسانی نمازخوان گفته ای برادر من نماز میخونم این و متاسفانه انسانایی هستند که با ریش خودشون رو زیب و زینت داده از ریش، یا انسانهایی که نمازخوان هستند، انسانهایی که اهل علم هستند، نام آنها رو چیکار میکند؟ با همین سیمای دینداریش مردم رو فریب داده، چنانه که در قدیم الایام یا در زمان حاضر با نام بزرگ الله قسم خورده، قسم یاد کرده، سوگند یاد کرده امروز میکنن، از نام دین هم خیلی سوء استفاده میکنن. یا متاسفانه بعضی زنهای هستند که امروز ساتر میگیرن، ظاهرشان را گویا انسان با تقوا، یک زنی صالحه، یک زنی که به ستر و به حجاب است، همین خیلی وانمود میکنن، از دین سوء استفاده میبرن و مردم رو چیکار میکنن؟ فند و فریب میدهند. به شرکت هایی که اصلا موافق شریعت اسلام نادرست است کار کردنش، دعوت به همون شرکت ها میکنه. زن های به نام به ستر و به حجاب، الله پناه دهد. و همچنین هر وسیله که امروز مثلا گرچند قسم نخورد هم میگه 100% این باری من گارانتی دارد، یا همین دارو همین محصولات رو خری 100% من گارانتی میدهم که کفیل هستم که همین باری من چی است، طبیعی است، یا نمیدونم 100% بیماری تو رو چیکار میکند؟ معالجه میکند، لچینی میکند. گفته همین خیلی عباره ها رو استفاده میبرن و همین سخن ها بر دروغ است نعوذ بالله. و چیکار میکنن؟ زیر همون حدیث صحیحی که امروز ذکر کردیم و آیات هایی که ذکر کردیم زیر همون داخل میشه. الله تعالی رو دعا کنیم که ما و شما رو وقتی تجارت میکنیم، وقتی کار و فعالیت میکنیم،
الله تعالی ما و شما رو چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن التاجر الصدوق الامین مع النبیین و الصدیقین و الشهداء، تاجر صادق، تاجر امین، همراهی که از روز قیامت همراه پیامبرا، همراه صدیقان، همراه شهدا روز قیامت برمیخیزد. الله تعالی ما و شما رو تاجر صادق امین گرداند و روز قیامت همراه پیامبرا و صدیقین و شهدا محشور بسازد. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.